إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. از الله بسیار بسیار مهربان، از الله بسیار بسیار بخشنده دعاگو هستم که حیاتی با سعادت، حیاتی خوب، حیاتی که پر از اطاعت و عبادت ذات تو باشد، حیاتی که در او رضاگی تو باشد، الله مهربان برای ما بندگانت نصیب بگردان. الله مهربان برای ما توفیق نصیب بگردان، در قلبهای ما هیبت را، ترس را، جایتی که هر کاری را که دست میزنیم یک اندیشه داشته باشیم و هر چیزی را که میخوریم و میپوشیم حلال و حرام او را دانیم. الله مهربان پدر و مادرهای گذشتمان رحمت و مغفرت کن. الله مهربان فرزندهایی که هدایت نیافتند، الله مهربان توفیق و هدایت رو نصیبشان گردان. الله مهربان جمعی بیماری هامان شفای کامل نصیب گردان. هر یک حاجت طلبی که دستش به سوی ذات تو می بردارد، الله مهربان ناامیدش نگردان. مسافرهای ما را الله مهربان سفرهای با برار، سفرهای با خیر نصیبشان گردان. خاتمه کار همه ما را الله مهربان نیک و خیر بگردان. الله مهربان در این دیار ما، در این ملک ما، در این تاجیکستان عزیز ما فیض و برکات نصیب کن، آفت و بلاها را دور بگردان. الله مهربان همیشه سپاس و حمد تو را میگوییم که امروز برای ما لحظه های هست، ساعت های هست که می نشینیم و از ذات تو یاد میکنیم، با بندگان تو صحبت میکنیم، قال الله میگیم، قال رسول الله میگیم. الله مهربان سپاس و حمد به ذات تو که این امکانیت را امروز برای این بندگانی که میخواهند خدمت کنند در راه تو نصیبشان گردانیده. الله مهربان جمله بندگانی که برای بهبودی این سرزمین، برای آبادی این سرزمین و این ملت سعی دارند، تلاش دارند، گمانهای نیک دارند، نیتهای نیک دارند، الله مهربان در پناه رحمت و عصمت نگهشان بدار. خدای همیشه ملک ما را باز هم آباد است، با آبادترش بگردان. مشکلات هایی که در این دیار ما هست، الله مهربان هر مشکلاتی که باشد با فضل کرم دور بگردان و خوشی ها و خوبی ها را همیشه نصیب این بندگانت بگردان.
ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم و تب علینا انك انت التواب الرحیم. برادران عزیز و گرامی، چند سوال های پیش من انتظار جوابند. میخواهم که برای شما انشاءالله آن چیزی را که در جوابهای اینها کتاب بینی کردم برای شما جواب گردانم. سوال اولی که برادران عزیز اینجا پیش من گذاشتند آمده است که مرد زمانی که زنش حامله باشد، یعنی زنک در حالت حاملگی قرار داشته باشد، آیا از نگاه دین با او همخوابگی اجازت هست یا نه؟ یا آیا در شریعت معین شده است که در کدام ماها، مثال در تا چند ماهگی یا روزهای در شریعت هست که مقصد همخوابگی روزی دوشنبه باشد یا سه شنبه باشد؟ آیا اینها مقصد در نگاه دین چی گفتگی هست؟ برادران عزیز و گرامی، البته قانون زن و شوهری این قانون الله است. الله مهربان زن را برای مرد و مرد را برای زن آفرید و زمانی که اینها نکاح میکنند و با یکدیگر وقتی همخوابه میشوند، پیامبر گرامی گفتند که چگونه ای که انسان با زنی بیگانه وقتی که همخوابه می شود و در عوض همخوابگیش گناهگار می شود، یعنی معصیت را انجام می دهد، همچنان انسانی که اگر با زنی حلالی خود، با زنی نکاحی خود وقتی همخوابه می شود، در هر همخوابگیش از نزد الله مهربان ثواب میگیرد، اجر میگیرد، پاداش میگیرد. از این لحاظ یعنی همخوابگی با زنی نکاحی خود عبارت از ثواب بوده است، عبارت از اجر بوده است. و بعد همخوابگی بینین که الله مهربان چه قدرت‌هایی دارد. گفتی شیخ سعدی دهد نطفه را صورت چون پری، کی کرده است بر آب چونین صورتگری. از همون یک آبی که از مرد جدا می شود و از زن جدا می شود، الله مهربان چی انسانهای زیبایی را می آفرد که هیچ کسی میگه بجز الله از آب انسان آفریده نمی تواند. و امروز زیبایی دنیا را که ببینیم، این از حضور انسان و از رفت آمد انسان است. ولی در یک مسجد خالی در این مسجد خالی باشد و تمام رنگ و زیبایی را داشته باشد، لیکن در درونش هیچ کس نباشد، این نه چندان برای شما برادر عزیز گویم لذت میبخشد. لیکن وقتی که میبینی درون مسجد مردم صف کشیده و قطار قطار نشسته و همه آماده عبادتن، چقدر در اون مسجد یک زیبایی است. یعنی زیبایی عالم هم برادر عزیز از پوری فرزند آدم است که الله مهربان او را از همخوابگی و از جدا شدن آب از مرد و زن الله پیدا میکند. از این لحاظ برای همخوابگی اولا برادران عزیز روزی معین نیست. یعنی بعضی کتاب‌هایی که میگد روز دوشنبه و روز چهارشنبه و روز جمعه، برادرای عزیز اکن الله رحمتشون کند، من
حق هیچ یک کتابنویس تحقیر و توهین و ایرادگیری ندارم. من همین عادت در خودم دارم که کسی چیزی گوید نگوید، من مقصد در نسبت او یگان سخنی بگیم وای بی سواد بود، وای بی علم بود، وای نادرست گفت. الله مهربان همین خیل طبیعت دادیم که نمیخوام که یک کس همین خیل با در نسبتش مراجعت کنم. برای همین الله رحمتشون کند، همونها هم یگان علم در ذهنشون داشتن که همین سخنها را گفتن. ولی برادران عزیز، از دیدگی من، از مراجعت من بر کتاب همین است که همخوابگی روز ندارد. هر زمانی که اگر مقصد مرد خواهشش باشد یا زن خواهشش باشد، فرقی ندارد. وای شبای، وای روزای، وای مقصد حالی آفتاب برآمدای نبر آمدای، او بین عصر بین شامای، بین او هوا باریده استای، هوا نباریده استای، هوا ابرای، ابر نیستای. خلاص اینها برادرای عزیز با این روز و با این وقت همخوابگی یگان ربطی ندارد. از این لحاظ فقط همخوابگی برای هر کدام ما و شما معلوم است که زمانی که زن عادت ماهانه داشته باشد، یعنی حیض میگیم، یا در نفاس که بعد فرزند تولد شدن که از زنها البته تا یک مدت معین خون می رود، این حالت ها حالت های منع همخوابگی است. دیگر در غیر این برادران عزیز و گرامی گفتم هر زمانی که اگر باشد، خواهش باشد و وقت گوییم یا همون لحظه امکانیت، یگان گناهی ندارد. حتی برادرای عزیز شما بینین که تا جای پیامبر گرامی در حدیث ها اشاره کردن که اگر زن در حالت نامپذیر باشد یا اگر زن در بالای اشتر سوار باشد، اگر مرد خواهشی گوییم که همخوابگی کند، در همین حالت ها هم باید زن هیچگاه مقصد سخن مرد رد نکند. اگر عکسش هم باشد، اگر زنم از مرد طلب کند یا زنم اگر دست درازی کند، خواهش داشته باشد، باید خواهشی زنم رد نشود. البته در این همخوابگی برادران عزیز اگر یک طرف اگر لذت شهوانی هم باشد، پهلوی دیگرش لذت های زندگی هم در داخل این هست، لذت های یکدیگر فهمی هم هست، تقویت زندگی هم هست. و چه حکمت هایی دارد که حتی زمانی که مردهایی که اگر در خانه کامی دلشان برآورده میشن، بیرون دیگر در زن مردم نظری بگیم به شهوت نمیکنند. خلاص برادران و خواهران عزیز، روز ندارد، ماه ندارد. من چگونه که پیشتر برای شما مثال گفته گذاشتم، در حالت حاملگی هم همین است. نابسته و چند ماهی هست نیست، زمانی که اگر خواهشاشون باشد، یگان مانگی از جهت دین نیست. اگر به شرطی که از نگاه طبی اگر طبیب هایی باشند که گویند در همین لحظه مقصد ممکن نیست، راستی من که چیزی را که علمش ندارم گمان میکنم که وقتی که شریعت اجازت داده باشد، همین طبیب های ما هم در اطراف همین تا امروز من نشنیدم، راستی طبیب ها هم شاید در همین چیز دلالت هم که کنن که یعنی یگان مشکلات ندارن. برای اگر جهت طبی زیان می داشت، شریعتی را معین میکرد که مقصد همخوابگی تا فلان ماه باقی شما همخوابگی نکنید.
زیرا شریعت از همه جهت بیان میکند. هم جهت سلامتی ما نگاه میکند، هم گوییم جهت های دیگر هم در هر یک فتوای شریعت همه اینها به نظر گرفته شدند. الله که بر بندش مهربان است، هیچ وقت مقصد به زیان بنده یگان آیت و یگان حدیث نه آمده است. از این لحاظ خواهرها و برادرای عزیز، اجازت است هر زمانی که اگر خواهششون باشد میتونند. همینجا یک برادرمون اولی از دنیا گذشتند، خدا رحمتشون کنه، بسیار جوانمرد خوب بودن. یک بار خانهش مهمان شدیم، بعد یک شوخی کردن، اکن جای شوخی آمد یک شوخی کردن، گفتن شب شد، گفت بعد ایزنک خواستم که همخوابگی کنیم. بعد میگه زنم گفت که انا اخی هوا را بی، مقصد هوا را بی، هوا اینقدر خنکای، هوا اینقدر باریده استای، هوا ابرای. بعد این برادر ما خدا رحمتشون کنه میگه گفتم آخر این همخوابگی ما با هوای باریدن و هوای خنک چیکار داره؟ آخر من لطچیک نباشم که هوا را نگاه کنم. گفته و همین گپ میزد و میخندید. الله رحمتشون کنه که جای گپ آمد، برادرها و خواهرای عزیز، همین سخن همون مرد گفته بود، یکی در ذهنم آمد، برای یک وقت خوش شدن این سخن من گفتم. خلاص چیزی را که بیان کردم همون است، یعنی این روز ساعت و وقت ندارد. سوال دیگر آمده است که با بدن جنابت ما میتونیم که تا بروز در جاگه خواب ما خواب کنیم؟ یعنی اگر شب وقتی که مرد با زن همخوابگی میکند، خواه زن باشد خواه مرد باشد، آیا میگد میتونیم که تا روز مقصد در حال نخیزیم، آبازی نکنیم و تا روز مقصد در جاگه خوابمون در همه حالت جنابت خواب کنیم، سحر بعد پیش از نماز خیسته آبازی ما نکنیم؟ برادرای عزیز و گرامی، اگر چند در فتوا اجازت آمده است، میتواند که بنده مؤمن اگر وقتی همخوابگی کرد، اگر باز خواهشش باشد که من مقصد باز همخوابگی میکنم، این حالت در فرمان همین است که یک مستحب کنه، یعنی یک حاجتخانه رو یک مستحب کنه و بعدی او باز همخوابگیش اگر کردنی باشد، بعدی مثال 2 بار یا 3 باری که همخوابگی میکنند، بعدی او میتوند که آبازی کند، یعنی با هم یک باری آبازی کردگیش گویم او از جنابت پاک میشود. یعنی از نگاه دین اجازت هست که با همون حالت خوابم کنند. وقتاش در جواب سوال میدادن که اگر در همون حالت جنابت یکی ای دنیا گذرد چی؟ بعد بعضی ها فتوا میدادن که همون مرد گویا که همون مردانگیش پاره میکنن و بعد مقصد او را میشوین و کفن میکنن. لیکن این برادرای عزیز بسیار یک گویم گناه کلانی هست. کسی این سخن گفته است، بسیار سخن نادرستی گفته است، یا شاید همین هم خدا رحمتشون کنه به خاطر آن گفتن که همین مردها یا زنها در حالت جنابت خواب نکنن. شاید به خاطر همین گفتن که یعنی اگر یکی مبادای ای دنیا گذری انم خیلی مشکلات در بالا تای گفته، شاید به همین خاطر گفته باشن. لیکن به هر حال خواب کردن سحر پیش از نماز خیسته و آبازی کردن درسته. ولی برادران و خواهران عزیز، من گفتنیم که
اگر شما از همین چیز دوری جوید بهتر می شود. زیرا قاعده سنت خواب کردن این نیست. اگر اهمیت داده باشین همین روزها مردم ما تا چند راههای سبکی و راههای خلاصی از بسیاری سنت ها و یا مستحبا میکوند. برادرای عزیز، پیامبر نازنین پیش از خواب کردن میگه اگر اول درش قلف میکرد، هر یک چراغی که بود خاموش میکرد، بعد از اون میگه میامد همون جایگاه خوابش میگه یک بار میتکید که یگان چیزی اگر باشد مقصد این امکان دارد زیری بالیش ده، زیری همون کرپچه همونها را یک بار تکان میداد. بعدا در بالای جایگاه خوابش می نشست، یک چند آیتی از قرآن میخوان، بعد قل اعوذ برب الفلق میخوان، قل اعوذ برب الناس میخوان و همچنین آیت الکرسی میخوان و اینها را 3 بار، یک بار میخوان از طرف راست مالیدن میگیرید به طرف چپ و 3 بار همین را تکرار میکرد. حضرت عایشه مادرمون میگد گاه من در پهلوش که پیش از خواب که نشسته بودیم، هر دومان دستمون میگه هم تا میکشادیم، پیامبر میخوان در دست هر دومان دم میکرد و ما مثال یک دیگر بدنها مونده میمالیدیم. بعد از اون میگه دراز میکشیدیم و با یک طرف راست بسمیک اللهم اموت و احیا میگفتیم، به نام تو میمیریم و به نام تو زنده میشویم گفته و خواب میکردیم. وقتی که بیدار میشیدیم پیامبر میگفت الحمدلله الذی احیانا بعدما اماتنا، حمد و سپاس میگم تو را ای خالقی یکتا، زمانی که مرا میرانده بودی باز زندم کردی. این بود برادران عزیز خواب حضرت و خواب پیامبرم برای ما درس. برادر عزیز، مادرای عزیز، حرکت نکنیم با تنه جنابت خواب کنیم، حرکت کنیم که وقتی هم خوابه شیدین روین مقصد در حال غسل کنین، بعد از مثال غسل آمده باز همین کرداری را که پیامبر نازنین کردن انجام تین و در جاگه خواب سرتون امان خواب کنین. شاید برادرای عزیز شما در حالت جنابت ای دنیا گذارید، بعدا خانمی تو بگه که مردکم جنوب بود، میدونی چقدر آوازه و دروازه گویم آب روی تره، حتی آب روی همون مرده بدن هم از بین میبره. خدای پرده کنه پگاه با دیگرها فرزندو تا تنها نکنن که پدر تو جنوب مرده بود. امروز مردم ما این چیزها را میگن. یا مادری که در همین حالت گذره، شوهرش بگه در حالت جنابت بود که ایره چخیلی کردن در کار، این آوازه همه ایجاد پهن میشه. برای همین این خوابه امکان دارد همه حالت در یک بالای خانه در بالا چپه میشود، همه حالت در یکان بیماری ده میزنی. آخه یک کاره که آدم به تنه جنابت، بعد میدونیم برادرای عزیز که به همین خیل حتی آدم در حالت بی طهارت باشد جن به او زیان میرسونه. برای چی اینهایی را که سنت شده از پیغمبرمان پای به طهارت آیت ها را خواندن؟ به خاطری که جن به شما ضرر نرسونه. وقتی که شما با تنه جنابت خواب میکنین حتما ضرر جنی در شما میرسه، حتما یگان بیماری در مبتلا میشین. یا اینکه آدم وقتی خواب میکنه، آخه باید شما وقتی خواب میکنین پیشترک یک دعا کنین که خدای مهربان آخه یک الله را در خواب بینم، رسول الله را در خواب بینم، اصحابی را در خواب بینم، با تنه جنابت اونها را در خواب دیده میشود؟ هیچ وقت نمیشود. از این لحاظ حرکت کنین که چقدر حتی در وقتهای اول برادرای عزیز یا خواهرای عزیز این خواب کردنی که حاضی بچه ها خواب میکنن، یک خیلش میگن که ما تنه لوچ خواب میکنیم، حتی یگان لباس در بدنم نمیگیرم. بعضی هاش میگن یا تروسی و یا میکه دارم. اولی همین در زنها هم هست، لوچ خواب میکنن. در روسیه بودیم
баъзе бачаҳо таъриф мекунанд ки занаки рӯз луч хоб мекунанд. бин барои бачаи бесаводи мо, барои бачаҳои шаҳватпарасти мо, барои фарзандони аз илми дин ноогоҳи мо лучхов кардан гӯё як маданияту як мисол гӯем савобу ё ягон хубиҳои зиёде дорад. На бародари азиз, дар ҷогаи хоб ҳама вақт инсон бояд либосша дар ҷогаи хобам риоя кунем. барои чӣ либосҳои шабхобкунак доштем? вақташда либоси шабхобкунак буд. либосҳое буд ки бисёр кушод буданд. курташам кушод буд, бурукшам кушод буд, ҳатто як сарпӯшам дар сарҳо буд, мепӯшидану баъд хоб мекарданд. анамун бародари азиз беҳтарин анамуна. ё хоҳару модарое ки дар ҷогаи хобтон хоб мекунед, шумо ҳам риоя кунед. хаяку ин дунё ҳай бародаре боз мегум дар ҳамун хел ҳолат агар боз ягон беморияй, як заминларзай, хоб як хабари мисол фаврӣ мешавад. охи ту дар ҳолат як омода бошӣ, тайёрӣ. як касам агар бар болои сарто омаду дидам, мақсад раҳмат мега. инҳоро бародарои азиз риоя кунед. бо баданҳои ҷанобат, бо баданҳои луч шумо хобҳои хуб намебинед. дар шумо бисёр зиён ва зарари зиёд пайдо мешавад. аллои меҳрубон ҳифзтон кунад. иншоалло ин ҷавобе буд барои ин бародар аст ё хоҳаре ки ин савола барои ман доданд.